توی این ویدیو میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که خیلی کمتر نسبت بهش پرداخته شده و صحبت شده. DE یا دیرانزالی یا انزال دیررس یا تأخیر در انزال و خیلی اسمهای دیگه‌ای که براش گذاشتم. من زهره پارسابنیش هستم، ماما، مشاور و درمانگر سلامت جنسی. اگر احساس میکنین که شما هم این مشکل رو دارین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. انزال دیررس در مردان یعنی چی؟ یعنی که یک آقا در رابطه واژینال با پارتنر و یا همسرش دچار مشکل میشه و این موضوع میتونه حتی روی رابطه عاطفی با همسرش و یا حتی اعتماد به نفس خود اون فرد هم تاثیر بگذاره. ببینین یک سری تحقیقات توسط روانشناسا صورت گرفته که به یه عددی برسن. اون عدد چی هستش؟ این که بعد از در واقع رابطه واژینال، یعنی دخول واژینال، چند ثانیه یا چند دقیقه زمان میبره تا انزال اتفاق بیفته. البته که این فقط در حد همون پژوهش باقی موند و این عددی که به دست اومد اصلا به عنوان ملاک انزال دیررس در نظر گرفته نشد، بلکه گفتن ملاک ها اون درجه پریشانی و ناتوانی خود شخص هستش و اینکه آیا فرد از رابطه‌ای که داشته احساس رضایت میکنه، اصلا از این دیرانزالی که داشته لذت میبره و راضی هستش و یا نه اون رو یک مشکل میدونه و باعث شده که اعتماد به نفسش رو از دست بده. این ملاک دیرانزالی در نظر گرفته شده. به طور معمول میگن زمان طبیعی انزال بعد از دخول واژینال 4 تا 10 دقیقه تعریف شده. البته باز نمیتونیم بگیم که این زمان نرمال و طبیعی برای همه افراده. همونطور که گفتم رضایت طرفین توی زمان خیلی مهمه. ولی حالا در کل اومدن یک عددی رو گفتن اگر بعد از 20 تا 30 دقیقه انزال آقا طول بکشه و خودش و یا پارتنرش دچار نارضایتی باشن از این زمان، بهش انزال دیررس یا دیرانزالی میگن. البته همونطور که گفتم معیار اصلی رضایت زوجین هستش و اگر این زمان طولانی تر و یا کوتاه تر باشه اما رضایت دو طرف وجود داشته باشه، اختلال محسوب نمیشه. چه دلایلی میتونه باعثش بشه؟ گاهی اوقات میتونه دلیل ژنتیکی داشته باشه، یعنی یه دلیل بیولوژیکی توش دخیل باشه. گاهی اوقات هم میتونه به دلیل جراحی باشه، جراحی‌های شکمی و یا حتی جراحی روی منطقه پروستات هم باعث این مشکل میشه. حتی مصرف بعضی از داروها مثل داروهای ضد افسردگی یا داروهای ضد اضطراب هم باعث به وجود اومدن این اختلال میشن. وجود بعضی بیماری ها مثل دیابت هم میتونه دیرانزالی رو به وجود بیاره. سن هم یک عامل تاثیرگذار هستش. با بالا رفتن سن این موضوع و این اختلال بیشتر خودش رو نشون میده، چرا که میزان تستوسترون کاهش پیدا میکنه. میتونه ریشه توی ترس ها و اضطراب فرد هم داشته باشه. ترس از باردار کردن همسرش، ترس از اینکه باید متعهد باشه به رابطه، ترس از عملکرد خودش در رابطه. ممکنه این مشکل به دلیل ارتباط عاطفی ضعیف و مشکل با پارتنر و یا همسر اون فرد هم به وجود بیاد. اما از همه مهمتر معمولاً ریشه در مشکلات روانشناختی فرد داره و در واقع میشه گفت که بیشتر مشکلات روانشناختی باعث به وجود اومدن این مشکل میشن. مثلا چی؟ مثلا یک فرد سبک‌های ارضای جنسی مختص به خودش رو داره و همیشه توی خود ارضایی‌هاش اون رو توی ذهنش مرور می‌کرده، اون فانتزی رو بهش فکر می‌کرده و یا حتی انجامش میداده. حالا که ازدواج کرده در رابطه واژینال با پارتنرش نمیتونه به اون درجه خودش رو برسونه و انزال رو تجربه کنه. البته موارد خیلی بیشتر دیگه هم هستش، مثل داشتن فتیش های مختلف
مثل محیطی که اون فرد در اون بزرگ شده، پرورش پیدا کرده، تربیت شده، اینکه به زن و مقوله سکس به چه دیدی نگاه می شده، از لحاظ مذهبی به چه صورت بودن و در کل که محیط به چه صورت بوده و این تربیت فرد آیا باعث می شده که این شخص به سکس و رابطه با دید شرم و گناه نگاه بکنه و یا نه، و خیلی موارد دیگه ای که میتونه دلیل روانشناختی این مشکل باشه. حالا چطور میشه مدیریتش کرد؟ اول از همه کاهش استرس خیلی مهمه، چون اگه ذهن درگیر باشه بدن دچار سردرگمی میشه. حمایت پارتنر و همسر خیلی مهمه، اینکه تو طول درمان پا به پای شریک جنسی خودش اون رو حمایت کنه و باعث بشه که از اضطرابش کم بشه. بهتر هستش که پوزیشن های مختلف رو امتحان بکنن و تمرکزشون رو روی احساسات بگذارن، نه فقط روی نتیجه. و بهتر هستش که حتما از یک متخصص کمک بگیرن تا به اونها روش‌های جدید رو برای تجربه کردن موقعیت‌های جدید آموزش بده تا فرد به اون لذت جنسی که میخواد توی رابطه برسه و انزال رو تجربه کنه. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه داخل کامنت برای من بنویسین. خدا نگهدار.